خب ما اینقدر دوستان که میایم اینجا تفنگ بازی میکنه همه میپرسن تفنگ‌ها چی داستانش. آقا سهیل قهرمان فکر کنم کانادا هم هستش، رتبه داره واقعا کانادا است. این یه توضیح بدین. A300 برتا سمی آتو که 5 تا تیر میخوره. تو کانادا 3 تاش میتونه یه چیز بری بزنی. قیمتش هولوش چند خریدین؟ من 1500 دلار. بعد خب خیلی تفنگ‌های ما بین اینا هست. این هست 686 ایگولد برتا، این دیگه دیسکانتینیو شده که تفنگ‌های خیلی یونیکه دیگه نیست. قیمتش اگه گیر بیاد دور بالای 2000 تا 3000 تاست. 2000 دلار. البته دیسکانتینیو. این هستش 682 لیمیتد ایگولد، با این تقریبا شاید بگم بالای 10 15 تا قهرمانی جهان گرفته شده. یکی از تفنگ‌های بالانس برتا و این الان اگه پیدا بشه تمیزش رو تقریبا 3500 3500. این 687 سیلور پیژن 2 مال داریوش. نه این مال آزاده. این دوربر 4 خورده ای الان. 4 خورده ای. این همون مال حسن آقاست. همشون مارکشون برتاست. برتا 687 سیلور پیژن 2. بعد میریم برای آقای داریوش خان 687 با اینگریوینگ که روش داره. این تفنگ که تفنگای یونیک خیلی سبکه، بسیار کمر باریک و بهترین که بهترین چوبا روش کار شده. قیمتی رو 12 13 به بالا سلام. این 12 13000 دلاره. 13000 تاست. و اینم که تقریبا DT11. این DT11 یکی از مثلا این الان جای 682 اومده و الان 682 دیسکانتینیو شد. این الان اومده الان قهرمانی جهان با این گرفته میشه. قیمتش هولوش 18 تا 19000 تاست و 18 تا 19000 دلار. حالا میگین چه فرقی داره چوب، چه فرقی داره؟ خب چوباش رو دیگه یعنی من قنداقش رو عوض کردم خودم تو ایران درست کردم، ولی خب چوباش قیمتش مال داریوش. مثلا ببین تمام کنده کاریه، این کنده کاری باعث شده گرونتر بشه. اینا هزینه‌اش گرونه ولی لیمیتد ادیشن هم هست. چوبش مثلا چوبای 20 تا 35 ساله است. درسته. بعد این و این خودش اینه مکانیزم تو داخلشه. مکانیزم اینا یه خورده تو 687 اینجوری بود که باریک اینجاش رو نگاه میکنین. درسته. DT11 اومد یک انقلابی کرد و اینجا رو پهن زد و بالانس وسط تفنگ رو خورده سنگین تر کرد. این تفنگ تقریبا نزدیک 1 کیلو سنگین تر از اینه. درسته. به خاطر همین وقتی که شما سوینگ میکنی راحت میچرخه و کیک رو کمتر حس میکنی. درست. ولی بستگی به وزن داره خودت و قدت داره که میتونی از 32 اینچ بگیری به 30 یا 28 اینچ. الان لوله ها رو ببینید تفاوتش. این 28 32 30 28 30. یه توضیح هم در تو این چوکاش میاد لطفاً. چوکا اکستندد چوک 5 تا چوک باش میاد از فول چوک که جمع بعد میشه ایمپروو مودیفای یه ذره بازتر، بعد مودیفای، بعد ایمپروو سیلندر، بعد خود سیلندر که میگن سیلندر که میشه خود همین لوله. این یه خرطومی انقدیه که میره تو و مثل شیلنگ آب که جلوشو میگیری از اینجا پهن شروع میشه بعد باریک میشه که باعث میشه ساچه‌ها جمع‌تر و بازتر بستگی به لانگ رنج زدن و کلوز زدن داره. عالی. دستتون درد نکنه. این آقا سهیل قهرمان اینجا رتبه داره ها. قدرشو بدونین. وای جان. یه توضیح دیگه هم هست. بله. میخواین فشنگارم توضیح بدین؟ بله فشنگ. یه داروچنگ گفت یه فشنگ هم توضیح بدین بی زحمت. بله. گرفتیم ما رو. نه این میخوایم برای همه بذاریم که بمونه. فشنگا خب 12 گیج یه اونس این الان که سرعتش 1200 فیت بر ثانیه است. برای تقریبا اسکیت استفاده میشه و اسکیت میشه این بشقابایی که ما میزنیم اینجا. نه مسابقه‌ای که از چپ و راست به راست و چپ یه مسابقه دیگه. اینو بهش میگن اسپورتینگ کلیس که تو جنگل هر استیشن یه مدل داره. این اوکیه ولی اگه بخوای پروفشنالی بریم میره رو این که حالا فشنگ کارخونه که 1300 فیت بر ثانیه شه که سرعتش بیشتره و چون اصولا همیشه ما تیراندازا عقب‌تریم از تارگت، این باعث میشه سرعت بیشتر بشه. یه مقداری که ما عقبی کاور کنه سریعتر میرسه بهش. درست. و دیگه میره تو فشنگا دیگه. قیمتش چنده دونه یا باکسیش؟ باکسی تقریبا الان بخواد اینو بخری شما باکسی 14 دلار 14 تا 16 هر 25 تا 25 تاش 14 دلار. باکسش میشه 140 دلار. 140. بعد این چنده؟ این میره روی 160 تا 20 دلار گرونتر میشه تقریبا. اوکی. دستتون درد نکنه. مرسی متشکرم.